سهم من شو، تو منکرم نه، تو ممکنم شو. سلام، من امیرم. خوش اومدین به چنل خودتون. امروز میخوایم با هم دیگه دیوانه ترین، اسکل ترین، خل ترین و ترین خارجی ها رو با هم ببینیم. Let's go. دندش میکنه چیکارش میکنه همه رو بفهم. اول از همه براتون از آفریقایی ها یا از مناطق محروم یه جایی به هر حال ویدیو آوردم. از بیهیچیا یا لختا، از حتی اینا لباس دارن حالا خداییش، ولی ببین kurang galak, Dep. Lek. Dep. Lek. Buka matanya sayang. Dep. Lek. من احتمال زیاد میدم که اینا رو بردن کلاس اشوه خرکی، وگرنه این چیه داری به اینا یاد میدی؟ این چه کسا اونجا چون مرد کمه اینا رو از بچگی آموزش میدن زود مخ بزنن. با دیوانه. ولی اونی که دیدی اون تبدیل شده به این آی چشمکم بهش اضافه شده. این چیه؟ آنابله؟ میخندی؟ حالا فکر کن 20 جلسه میری کلاس، ته رقصت میشه این. ولی حرکاتشون سخته خدایی. چیش سخته این الان؟ آقا سخته دیگه. الان این چیش سخته؟ اگه سخت نیست که الان خب مردی خودت پاشو برو. من برم؟ آره پاشو. من میرم. برو. من آره؟ چی باجا. فکر کردی؟ بیا چی؟ کاش اینا فقط رقصهاشون اینجوری بود. اینا اسماشون هم مشکل داره. What's your name? Go. What's your name? تو فکر کن میری به یارو میگی داداش What is your name؟ یارو میگه What's your name? What's your name? ها؟ What's your name? What? شما فکر کن مهاجرت میکنی این خراب شده. البته دیگه چقدر بدبختی که مهاجرت میکنی این خراب شده. بعد دوست دختر پیدا میکنی خیر سرت، بعد میگی که بیبی اسمت چیه؟ همون باتیز یا نه فلان. یارو میگه پوف. شما دفعه بعدی دیت بعدی که میری یه توف اضافه بکنی طرفش بر میخوره میگه اینی که گفتی کیه؟ این پدرسوقی افریته کیه؟ از اداره سرشماری مزاحمتون میشم. اسمتون چیه خانم؟ Anko. ها؟ Anko. ها خب نام کخ. اما شما خانم اسمتون چیه؟ بله؟ کوک 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 کوک.
خب شما اسمتون چیه خانم؟ شما اسم شما؟ Quang quang. کوانک که ایشون بود. Quang quang. آی کوانک او کوانک بود اون کوانک. آها کوانک اون موهش رو چجوری می نویسن؟ کوانک. ها خب شما Ngon ngon ngon. ها Ngon ngon ngon. شما رسما اصلا هیچی چی بنویسم من چیه خانمه آخرش باید چیز باشه تشدید داره شما نام پدر من فکر میکردم از این دیوانه هایی که کت شلوار میپوشن تو باشگاه تقه یارو رو میزنن میگن دو 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 اینا فقط تو ایران هست نگو نه اسکلتر از اینا هم هست اصلا معدنش چیزه کره و ژاپن و ایناست چرا یه آدم باید بیاد از پشت گوش تو رو بگیره این اولین سوال این چرا باید یارو بیاد اول تو این اومدی از پشت گوش گرفتی اون که اصلا دردش اومد و دیگه جان در جان آفرین تسلیم شد ولی نه اگه دفاع شخصی بلد بود اینجوری میکنه یارو پدر سگ تو چی کجا دیدی؟ حاج آقا دیدی؟ چه تخصص داشت؟ کلا جنگیری همینه به 2 تا بنده یعنی شما اگه جنگیر خوبی باشی 2 تا میکنی تموم چیزی نده تمام اینا به نظر جنگیری رو از کجا یاد گرفتن؟ این مادرش آقا به خانواده نه نگاه وایسا کن. خب آقا مادرش جنگیر بوده آها این از مادر به ارث آورده ولی این علاوه بر این که مادر جنگیر بوده مادر این هر چی میخوره یه ذره آب میریزه توش ملات شه چرا ملات درست کردی؟ چرا هم زدی بعد آب ریختی توش؟ آب نمیخواد چقدر کثافتی تو چرا واسه کثافت چرا سر و تش کردی؟ به گوه بزنن این شرفتو سکیتر بدر خب اینا دیگه رسما مذاکره نیومدن اومدن دعوا دیگه اینا با آدم هم اومدن یه سری آدم هم با خودشون آوردن اولش هم که همبا لکلمبا همبا خب این اومدی خاک سفیده مگه ولی من فکر کردم این مراسم و اینا یه جنبه سیاسی داره به هر حال یه رجزی داره میخونه توی کنگره که بگه ما خیلی خفنیم بولاخیم ولی نه اصلا در بنیه‌شونه تو ریشه‌شون دمیده من این بخش اینشا خوب فهمیدم این فکر کنم به زبان جهانی دارن حرف میزنن خیلی همه رو متوجه شدم مخصوصا اونجا که میگفت نه
اینو من کامل با پوست و خون میدونم معنیش چیه. تو ایران هم دعوا میشه همینه. اصلا دعواشون کلا میگه ببین ببین اولش خیلی خوب منطقی گفت، ببین گفت خورد و خاک شیرت میکنم، خورد و خاک شیرت میکنم، اگه نشد یه جوری آره که دیگه نتونی راه بری. بعد یه اینجوری هم کرد که گفت اگه اینا همش جواب نداد دیگه تش میزنیم تو دیگه. شما مگه شوهر نمیخوای کنی؟ شما مگه قصد ازدواج نداری؟ خب اون بی پدر تو رو اونجوری دیده، اینجوری دیده، تو چیکار میخوای؟ شما تو مراسم عروسیتون چیکار میکنی؟ مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردی. اگه هنوز چنل رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، لایک و کامنت ویدیو هم یادت نره. دمیم دوست دارم. خدا رو جا. عجب ویدیوهای کثافتی بود امروز.